سال پیش در این شب و روز طالبان پی هم چندین ولایتی افغانستان را تصرف کردند. مردمی هراسان در کابل به خیابان‌ها ریخته بودند و جای امن می جستند. ارتش افغانستان از هم پوشیده بود، ولی مقامات امریکا و حکومت افغانستان هنوز به سازش و گفت و شنید امید داشتند. موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیایند به دوحه که در روز 14 و 15 آگوست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیایند به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره. اما وضع هر لحظه تغییر می‌یافت. با تصرف شدن منطقه های مهم افغانستان وضع در این کشور پیچیده تر شد. اشرف غنی که آن زمان پرزیدنت این کشور بود در مراجعت تلویزیونی گفت و شنید ادامه دارد. اما برابر رسیدن اولین خبرها درباره وارد شدن طالبان به شهر، مردم راه فرودگاه را پیش گرفتند. همه می‌خواست فرار کند. 24 اسد بود، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته. عزت و آبروی مردم، همچنان مسئولیت بانک ها و دکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم. بعد از نصف روز 15 آگوست اشرف غنی با چرخبال از شهر فرار کرد. ای که چرا دکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه، هیئت بیاید، این یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود. ولی ضمن مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روز 10 آگوست امسال، اشرف غنی برعکس زلمه خلیلزاد و دیگر مقامات آمریکایی را برای امضای سازش با طالبان عیبدار کرد. منظور او سازشنامه ماه فوریه سال 2020 بود که در آن امریکا با طالبان برای بیرون بردن نیروهای آمریکایی از کابل سازش کرده بودند. به این ترتیب با گذشت یک سال از تصرف کابل و آمدن طالبان، همان سوالهای زیادی درباره حادثه‌های افغانستان بی جوابند.